مقابل قدرت باید قدرت داشته باشیم بتونیم بمانیم. با همه کشورهای اسلامی ما تلاش خواهیم کرد ارتباطمون رو تقویت کنیم و تلاش خواهیم کرد که اون حلقه اعتقاد و مسلمانی رو افزایش بدیم. وحدت ما مسلمونا به اسرائیل متجاوز بفهمونید که حق نداره بمباران کنه، حق نداره بچه و مریض و پی و بیمارستان رو نابود کنه. پس باید با هم تعامل داشته باشیم. اونا هستن که دارن ما رو تهدید میکنن. اونا هستن که میگن موشک نداشته با اسرائیل رو خلع سلاح کن. ما موشک نداشته باشیم مثل غزه، بعد هر وقت دلش خواست بمبو بریزه تو کله ما و بعد اگر خواستیم حرف بزنیم بگن خفه شید. ما برای حفظ امنیت مردممون، کشورمون نیاز به قدرت دفاعی از خودمون داریم. ما هیچ وقت شروع کننده هیچ جنگی نبودیم.